خب امروز هم اومدیم تالار شهر سان فرانسیسکو. خیلی جای قشنگ و دیدنی، دور و برش هم ساختمان‌های اداری، ساختمان‌های بلند، یه جورایی تقریبا شبیه میدون توپخانه و میدون امام خودمونه، ولی خب تو ابعاد خیلی بزرگتر. پشت سر یه بازار روز وجود داره اون قسمت و تراک‌های در واقع فست فودی هم که این دور و بر هستن. مردم که میان برای بازدید از این غذاها و ساندویچ‌ها هم استفاده میکنن، میخورن، لذتش هم میبرن. یه بادی داره میاد که خانمانسوز استخوانسوز، یعنی بعد الان من برم سریع گوشگیرمو بزنم چون قشنگ کلامو چند بار باد برد. کسی که داغون شد. خیلی باد میاد، یعنی اگه باد نیاد اصلا سرد نیست، خیلی خوبه. بادش آدمو اذیت میکنه. آره هاتاک بزنیم ببینم هاتاک کثیفو، بعد حالا خودمون بریم پرش کنیم. آره اینجا از این چیزای کثیف هم داره. وارد زندان اصلی میشیم. زندانی ها اینجا دهنشون آسفالت میشده یا چیه نمیدونیم فعلا. از اینا این گوشی ها دادن. دستگاهی که داره توضیح میده همه اون اتفاقاتی که اینجا افتاده و داره میفته، داره همه رو توضیح میده الان برامون که چه اتفاقاتی افتاده، در چه سالهایی کیا فرار کردن، کیا نتونستن فرار کنن. اینجا همون قسمتی که می اومدن برای ملاقات. خب اومدیم الان یکی از اصلی ترین خیابونای سان فرانسیسکو. اسم این خیابون کالیفرنیاه که یه شیب خیلی تندی داره و انتهاش میخوره به پل بی که مشخصه، همه میان اینجا عکس میگیرن. حالا میخوایم ببینید میشینن رو اینجا که خود ما هم نشستیم عکس گرفتیم و یه خیابون خیلی شیک و باحالیه، پر از هتل‌های گرون و خیلی باحال و وایب بالایی داره. این هم هست پشتتو ببین محمد، داره اتوبوس میاد. یکی از جاذبه های توریستیه که همه سوار میشن. ما هم سوار شدیم دیگه. اینو قبلش بیا این طرف که از روی تو رد نشه، داره بوق میزنه. یا خدا چه صدایی داره، یعنی هر کی اینجا توی خونه زندگی کنه صدای اینا سرسام آوره واقعا، ولی خیلی قشنگه خدایی.
و اینجا هم میدان اتحاد. با هم دیگه ببینیم. اینجا گورستان ملی سانفرانسیسکوه که 30,000 تا سرباز به همراه خانوادهشون دفن شدن اینجا. سال 1934 پل هنوز ساخته نشده، بعد کم کم اینجوری میایم 1933 1934 5 36 شد 37 تا 1937 ساخته شده. جالب. هوا سرده، باد میاد. 2 ساعت تو ماشین داشتیم مجهز میکردیم خودمونو که فقط بتونیم بیم با این پل عکس بگیریم. انقدر باد میاد. الان یه لحظه باد کم شده ولی باده بیشتر اذیت میکنه. هوا خوبه. باد میاد. مثلا هولوش 20 درجه است. آره خانمان سوز قشنگ. یعنی خداییش آخه نگاه کن منظره رو آخه ببین چقدر قشنگه. اسم کن آدم میره تو نقاشی. ببین مقصد این چیه؟ کی میتونه حدس بزنه این چیه؟ حوله چیز هتل برداشته آورده. وای خدا فقط اینجا رو ببین، اینجا رو آخر لامصبا. خب الان بالای پل هستیم. اومدیم امروز بالاخره تونستیم جای پارک پیدا بکنیم. پیاده اومدیم روی پل. همینطوری که میبینید اون مه‌ها رفته دیگه. الان کامل میتونیم پل رو ببینیم. خب ما امروز هتل رو تحویل دادیم و داریم برمیگردیم به سمت سن دیگو. تو مسیر برگشت گفتیم از یه جاده دیگه برگردیم. اتوبان 101 جاده جنگلی، آب و هوا بسیار خوب. حالا داریم تو مسیر که میریم به سمت اولین شهر که شنیدیم جای خوبی و تحقیق کردیم شهر کارمل هست. بریم ببینیم که اونجا به چه صورت شهره. ما الان اومدیم شهر کارمل، تقریباً 2 ساعت بعد از جنوب سان فرانسیسکو. یه شهر خیلی جذاب و باحالیه با خونه‌های عجیب و غریب مثل این خونه رو ببینید بهش هم حالا این اسمش نه این نیست، اون خونه بغلیه اسمش گوسته، واقعا مثل خونه ارواح میمونه. خونه‌هایی که توی کارتونن ترسناکن. این الان مغازه جواهر فروشیه. یه عالمه از این مغازه‌های مختلف با این خونه‌های جورجور قشنگ اینجاست و با یه عالمه آدمای باحال مهربون خوشتیپ که اینجا زندگی میکنن. یه شهر خیلی توریستی باحاله و رستوران‌های کوچولو با غذاهای رنگ و رنگ که میز و صندلی‌هاشون رو بیرون چیدن و خیلی باحال همه توریستا نشستن و دارن کیف میکنن.